نصیحت مادر به دختر: توجه کن دخترم، هنگام راه رفتن در زندگی پایت را کجا میگذاری؟ جواب دختر به مادر: مادر جان، شما نیز با خبر باشید، چون که من قدم های شما را پیروی میکنم. به همین خاطر خانمی زیبا، امروزها کار باید کرد که فردا فرزندان نه تنها نامبردار والدین، بلکه نامبردار وطن و دین و آیین نمون گردند. اگر به فرزند گویند که از زنی غر بیزایدان که استادش غر است، بس وای به حال والدین شرمنده دو دنیا. و اگر خصلت خوب و کارهای خیری او را دیده گویند که مادر در عمل چگونه باشد، فرزند او هم نمونه باشد، پس خوش به حال والدین. و البته که آینده فرزندان در دست هر یکی ما و شما. ای خانمی زیبا، یگان حرف ناجا باشد منظرت، درد و غم و اندوه را نبیند سرت. سلامت و سربلند و خانه آبادی نصیب شما ای خانمی زیبا. السلام علیکم و رحمت الله.